دوستان ما امروز به پل آرتل آمدیم. قسم میکرد که پل از مسابقه است، خیلی از 200 سال است، چقدر وقت پیش است که دیگه تا فعلا اون تو مانده دیگه. دیگه نمی دروازه کابل است، فهمیدی؟ مثلا کابل 4 دروازه داره، فهمیدی؟ که یک دروازهش نویس، یک دروازهش چیز لوگر است، دو یک دروازهش طرف پل شرقی که میرسه، یکش طرف خیرخانه. اگر ما بخوایم موتورسیکل تا مثلا کرا بگیرم نه برای 1 ساعت 2.5 ساعت رفاه براتون بتم بخوایم تا شهر برو پس بیایم برام اجازه میدید؟ چرا نه؟ وزیر چی زمانات است پیششون میگیری یک دفعه نه چه فکر رسانن موتورسیکل تا خو یک نفر میمونیم نه استاد میکنیم بعد بیادرش دیگه برو خوب است این اگه نه کار 2 ساعت چقدر جور بوده ایجا. چی لذت داره موتورسیکل یک قدم را میریم یا ایده افغانی هم میگی لذت کمی خبر دوستان؟ لذت دیگه خوبش است. چی لذت داره؟ شاید چی ساعت ما خطیر میشه. خالق یکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی سلام وقتتان بخیر، امیدوارم خوب صحتمند و سرحال باشید. باز هم در یکی دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و دوستان ما امروز به پل آرتل آمدیم. پل آرتل یا بیشتر دوستا به خاطر اسی که این نامش برشان آسان شد و پل آنتن برش میگن و این پل یکی از قدیمی ترین یا تاریخی ترین پل های افغانستان هست که فعلا به خاطر اسی که با چند جای با شکست مواجه شده دیگه موتر اینا ازش نمیتونه استفاده بکنه و فعلا هم همین دوستا را که میبینین موتورسیکل میاین بالایش میچلانن طرف میرن و به یک مکان تفریح اینجا مبادل شده. طرف هم یک پارک مقبول جور شده است. ما هم آمدیم اینجا یگان دوستا را پیدا بکنیم، بیشتر همراهشان صحبت بکنیم در مورد تاریخچه پل، ببینیم که چقدر قدامت داره، کدام زمان ساخته شده و چی داستان یا چی تاریخی داره. اینجا هم یک چای فروشی از دوستا و بیشتر همین تاریخ یا قصه های تاریخی در چای فروشی می باشه دیگه، در اون چای خانه می باشه. بیایم بریم اینجا با دوستایی که هم صحبت بکنیم، ببینیم در مورد تاریخی پل چی گفتنی دارن برای ما معلومات بدن. سلام، خوب هستید؟ سلام علیکم برادر، خوب هستی جانا که جور؟ شکر، سلامت باشین، بخیر باشین. اجازه است نمیجای در پلیتون بشینیم؟ بیاین خیلی شما در پایین بشینیم کمی صحبت بکنیم با دوستا. بسیار زیاد با معذرت دیگه. چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر است؟ خوب است، آرامی است. سلامت باشین، بخیر باشین. اول میشه نام مقبولتان آورد؟ نام محمد حسن است. محمد حسن جان، چی کاروبار چی مصروفیت؟ ما والاش در نانبوی کار میکنم. در نانبوی کار؟ جان. بسیار خوب. اینجا آمدین امروز چکر آمدین اما تو چای خوردن اینجا آمدین؟ آمدیم خود خیلی اینجا 4 صبح میم. دیگه نمی دروازه کابل است. فهمیدی؟ مثلا کابل 4 دروازه داره. فهمیدی؟ که یک دروازهش نویس، یک دروازهش چیز لوگر است، دو یک دروازهش طرف پل شرقی که میرسه، یکش طرف خیرخانه. این دیگه البته در قدیم نامگذاری شده. قدیم همین 4 دروازه کابل است. کدام سمتا باز بیشتر به حال کابل بسیار کلان شده است. کجا را سابق باز کابل اصلی میگن؟ کابل اصلی نمی 4 زمین میگفتن. که نمیسم 4 زمین است فهمخن. او اصلی کابل این طرف ها فهمخن. یعنی مردم چینداول و مردم رکاخانه و فهمخن. یعنی مردم اصلی کابلی است. مردمای قزلباش و مردمای دیگه و دیگه فهمخن کلش دمیجه زندگی میکرد فهمخن. این دروازه بین لاسپیکرها رو که میبین لاسپیکرها بخن سابق دین در رادیو پخش میشد. خواندنا میبود مثلا از نغمه و از بغزمین و از رخشانه و از احمد ظاهر فهمیدنی. یعنی خواندنا مردم بخن قرار شدگی بودن پیش پل فهمخن خواندنا رو گوش کردن بودن یا مثلا در پارک زرنگار یعنی میرقم. خودت هم یادت میاد او زمان کدام خواندنا بیشتر؟ خواندنا بخن از همین زیادتر بخن از همین چیز بغزمین فهمیدنی. از منگل و نغمه فهمیدنی. والا شوقیم از احمد ظاهر هستم از دیگهش نه. کدامش خوب میتونی اما تو یاد داری زمزمه اگر بخوای؟ زمزمه کدام نمیتونم چه دروغ بگم برات. شوقی هستی که فقط خاله گوش کنم. بخیر سلامت باشی، خیلی ممنون از خودت. سلامت باشی بخیر. در مورد پل آرتل کمی براتون در مورد گذشته هایش گفت، ولی فعلا از اینجا به عنوان یک مکان تفریحی استفاده میکنن. بیشتر دوستا هم
با موتورسیکل آمدن اینجا چکر میزنن. سلام، چطور هستی؟ خوب هستی لالا؟ بخیر. تشکر، سلامت باشی. نامت چیست رفیق؟ نام شفیق. شفیق جان، موتورسیکل از خودت یا کرایه گرفتیش؟ نه از خودم. از خودت است. کرایه کرایه هم فکر میکنم میتن نه؟ آه کلش کرایه. خودت هم بازی را برای کرا دادن آوردی یا تو خودت آمدی چکر بزنی سرش؟ نه با کرا دادن آوردیم. هم با کرا هم با چکر. وقتی کسی نبود کرا بگیره باز خودت چکر میزنی. روزانه چند چکر میزنی دی سر پل؟ هر برابری سر چقدر کشد. از خودت دیگه به حساب از چون پیسه نمیتی مفت از دیگه. از ما به حساب. اگر دوستا بخواین مثلا این موتورسیکل تا کرا بگیرن چند کرا میتی باشون؟ روزانه کرا میتی از ساعت وار از چه رقم هستی؟ رقم ساعتکی که از 300 میگی تا 2.5 با اینجا که از در میتی گردش. یک میری تا اون طرف پل پس میای دف کنی. چطور از باز کاربار روز چند کار میکنی؟ شکر است میگذره تا بال 1.5 ساعت کار کردیم. 2.5 کار کردی، برو خوب است. اگر ما بخوایم این موتورسیکل تا مثلا کرا بگیرم نه برای 1 ساعت 2.5 رفاه براتو بتم بخوایم تا شهر برو پس بیایم برام اجازه میدی بس؟ چرا نه؟ وزیر چی زمانت است پیششون میگیری یک دفعه لا چه بگریسانن موتورسیکل تا؟ خو یک نفر میمونیم نه استاد میکنیم بعد بیادرش برو خوب است. اگر نه کار دو سال چقدر جور بوده ایجا میام 2.5 برات میداد موتورسیکل تا میگرفت میرفتم. زیاد خوب است خدمت مشتری ها جنجال نیستی؟ نه جنجال نیستیم. مانا پیسه تا بگی بخیر سلامت پیسه پیام اگر داشته باشی بر دوستا. پیام خاص نداریم دیگه. سلامت باشی. چطور هستی؟ خودت خوب هستی؟ جور هستی لالا؟ بخیر هستی؟ خودت هم شخصی هستی یا خودت؟ نه از ما شخصی نیست، از ما کرایی. کرا گرفتی چند دفعه تا دوره زدی سرش؟ 1-2 دوره زده. چی لذت داره موتورسیکل یک قدم را میری و میای در افغانی هم میگی لذت کم میشه بر دوستا؟ لذت دیگه خوبش است. چی لذت داره؟ چی ساعت ما خطیر میشه. ساعت تیر میشه. چطور از باز خوب یاد داری موتورسیکل؟ سر یک تایر رو دوونده میتونی؟ نه خیلی سر یک تایر نمیشه، اون 2 سر یک تایر. کلانا رو میتونی؟ اینجا از دوستایت هست باز بگیری پسانتر بدم اونی ببینیم ما. نه تو نمیشه باز نمیتونی. نه این کارا نکن خطرناک است. صحیح بخیر سلامت باشی. خب دوستا اون طرفتر امرای چایخانه هدف میدیم. چایخانه است، چای فروشی امروز صحبت کردیم. رفیق ما رو گفتیم که امروز تو هم صحبت میکنیم. بازو کمی کار براش پیش شده بود نتونستیم امروز صحبت بکنیم. چون چای فروشی داره بیشتر دوستا میشینن امروز قصه میکنن صحبت میکنن. اصل قصه ها هم در ابو چایخانه است، قصه های قدیم دیگه در چایخانه است. شاید تو هم در مورد این پل بیشتر معلومات داشته باشه. حالا آمده فکر میکنم بیکار شده است، بیاین بریم طرفش امروز صحبت بکنیم ببینیم که در مورد تاریخچه پل اونا چی گفتنی دارن. سلام، چطور هستی برادر؟ خوب هستی؟ صحتمند جان جان صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ باش بیشتر امروز رفیق ما اینجا صحبت کردیم. خودت دیگه مصروف چای فروختن بودی؟ سلامت باشی، زنده باشی. من در خدمت هستم، زنده باشی. بخیر سلامت باشی. اول میشه بر دوستا خیلی نامت بگویی. ما فاروق هستم، یک تن از باشنده‌های کابل. بسیار خوب فاروق جان. اول را بگو کمی غرفه را چقدر وقت میشه اینجا موندی؟ چقدر وقت است مصروف کاروبار چای فروشی هستی؟ غرفه را 1-2 سال میشه. 2 سال میشه. کم وقت شده است دیگه. کم وقت است. چطور است باز کاروبار چای فروشی بینا؟ شکر است، خوب است حالا. خوب است. قبل از چی کار میکردی؟ قبل از دیگه دکان داشتم، همیشه در این منطقه اینجا منطقه ماست. 35 سال. بله 35 سال میشه. این پل دیگه همون قدیما یادت باشه که چی تاریخی چی گذشته داشته از این پل افته؟ والا این پل تاریخش چیزش دیگه از عمر ما پیش از دیگه ما دیگه تو معلومات دقیق هم نداریم. خب از به نام آرتل میگن هم نفری که جور کرده این پل ساخته همون نفر نامش آرتل بوده که خارجی بوده دیگه داخلی نبوده که ساخته این پل. شاید یگان وقت یگان میمان خانه تان محمد یا پدرجان اینا در مورد تاریخچه پل دیگه قصه میگد براتون میگفت میکردن قصه میکردن دیگه از اونمو آرتل میگفت این پل تاریخی است، پل قدامت زیاد داره دیگه. اون مردم پرسان میکردن که قسم میکرد که پل از مسابقه است، خیلی از 200 سال است، چقدر وقت پیش است که دیگه تا فعلا اون تو مانده دیگه. اون چیز پل شکست همون تاریخ‌های قصه‌های تاریخی که از این پل میگردن پدرت مثلا اینجا می آمدن میشتن قسم میکردن یگان قصه‌ای کرده خودت بر دوستا بکنی که معلومات پیدا بکنن در مورد این پل. حالا قصه دیگه او تو قصه معلومات چی ندارم دیگه قصه کنم. خب انا ما معلومات دارم که از این چیز عمر خودم بوده دیگه که تیر شدم اینجا. خودت به چشم خود دیدی نموره برداشت؟ خود دیدم نموره گفتم. خیر سلامت باشی فاروق عزیز، در کار در برکت.
کدام پیام حرف گفتنی اگر بر دوستان داشته باشی کمی ما در خدمت است. زنده باش، سلامت باشی. پیام ما به مردم ما این است که اینمی پل چیز تاریخی است، این را باید ما خوب نگاه کنیم. دیگه کل شهر باید نظافت جز ایمان است. میگه شهر باید پاک نگاه کنیم. ما شما که هم دست دولت ما نباشیم، هم دست شهروالی ما نباشیم، خود دیگه این شهر از مثل جنگلی و از جنگلی بدتر میشه دیگه. اینمی جا اینمی قسمت ها مردم به اینمی رفاجت میرن دیگه، میرن اینمی بغل پل، در سر پل، در پلی غرفه ما اینمی جا که شو صبح آمدیم اینمی جا رفاجت کردین، این از این طرف های تا سرک هم تو مردار کردین دیگه. این پیام ما به مردم ما اینمی است که همین نظافت را رعایت کنن. و خیر سلامت باشی فاروق عزیز. زنده باشی، سلامت باشی. خب دوستا، واقعا شما هم زمانی که آمدیم چند جای از این پل را که ما متوجه شدیم، زیادتر دوستا به خاطر رفاجات از اونجا استفاده کردن که کار خوب نیست. همین نزاکت های شهری را باید مراعات بکنیم هر کدام ما. فاروق جان هم زیاد معلومات نداشت، چیزی که چشم دید خودش بود بر ما قصه کرد. دوستا بریم اون طرفتر، اگر بتونیم یکی از باشندگان این محل را پیدا بکنیم که معلومات بیشتر داشته باشن در مورد تاریخچه پل برای ما قصه بکنه خوبتر میشه. با هم میریم، شما هم چند تصویر مقبول و زیبا از پل ببینید. دوستای عزیز، طرفتر آمدیم کنار یکی از دوستایی که اینجا هستند و کاروبارشان هم اینجا هست. میخوایم بیشتر از اینا هم پرسان بکنیم در مورد تاریخچه پل، قدامتش و همچنان چی تاریخ داره. سلام، خوب هستید؟ سلام علیکم، خوب هستی جانم جور بخیر. تشکر، سلامت باشین. اول میشه نامتان رو بر ما بگین. تشکر. نام عبدالرحمن، باشنده پل آرتا. خب بسیار خوب. کاکا عبدالرحمن براتون بگیم یا آجی صاحب عبدالرحمن؟ هر چی که میگیم اون صحیح دیگه. آجی صاحب عبدالرحمن، اول در مورد کاروبارتان کمی بگین، چطور است کاروبار؟ شکر خدا خوب است، نسبت به پیش حال کمتر از دیگه. 4 تا 5 تا سودا میکنیم یا 2 تا سودا میکنیم، خرج من روزمره تکافو میکنه دیگه. اینا دیگه با اسکلای استفاده شدگی است، مستعمل است، نو نیست. یا چند فایده داره در کدامشون؟ در کدام یک 50 روپیه 30 روپیه اگه فایده بتن، اگر نه 30 روپیه و 50 روپیه میره. این نظر بچنه مشتری زگر چقدر کمتر چنه بزنم. مقصد مشتری نمیمونیم که بره به توان میدیم، مقصد نمیمونیمش که بره از پیش ما. یعنی از این مالا میشه که مشتری ها را خوب دوست هم دارید. دیگه چه کنیم، نظر به جیبشان. این اقتصادات ضعیف است، جیب خود فکر میکنی از اونم فکر کنی. با خیر سلامت باشین. 50 روپیه 20 روپیه که به میمونم دلش خوشه، تو نمون فایده است. نمون فایده است. با خیر سلامت باشین. نه دیگه بازکاری نکنید، خودتان هم تاوان بکنین. نه دیگه میشه اینا بگین شما اگه دیگه فایده کردیم در دیگه تاوان کردیم، گفت از باز دو میبره. این تو نمیشه که کلش به تاوان میدیم. با خیر سلامت باشین. یک تا 700 روپیه میدیم، یک تا 300 روپیه میدیم. در مقابل 300 700 روپیه 300 روپیه فایده است. 300 روپیه بس کفایت میکنه. بخیر باشید. اینا میشه در مورد این پل کم برای دوستا بگین، در مورد پل آرتل، در مورد قدامتش، تاریخی از چی بگویم دیگه. ما آمدیم اینجا تقریبا 20 سال میشه. یک خودان از 50 سال پیش است، از 100 سال پیش است. و یادی ما که اینجا یک جوی بود، یعنی تو مردم میرفت میامد پیاده نه، بازی پل جور شد، اینجا مستحکمش کردن، خلاص شد. در پالوش پارک است، این طرفشان دریاست. این مسدود ساختن به خاطر از اینکه ازدحام نفر و وضعیت بود. اما ترکمان تا امروز مانده، از پیشش دیگه خبر نیست. خودتان خیلی کابل زندگی نکردین؟ زیاد نمیفهمین؟ تقریبا 20 سال میشه که ما آمدیم، از اون پیش ما استفاده کجا بودین؟ بیرون از کشور زندگی میکردین یا کدام ولایت؟ در وطن بودیم، مهاجر کشیدیم. اون وقتی که مهاجر شدیم آمدیم تا امروز همینجا هستیم. بسیار خوب، بسیار خوب. یک 20 سال میشه دیگه. 20 سال میشه که آمدین دوباره به وطن. بسیار خوب. دوستا رفیقا و اینا در مورد تاریخچه‌اش، در مورد چیزش قصه نکردن؟ ما امروز کسی ارتباط نداریم. اینجا تنها خویش قوم اینا نیستن؟ خویش قوم است، از کلش از 20 سال از بیش نیست. و خیر سلامت باشین. خیلی ممنون از شما، کارتون برکت. سلامت باشین. تشکر.
بسیار بود گزارش امروز ما که از پل آرتل براتون تقدیم کردیم و همچنان در مورد تاریخچه و تاریخ از پل براتون معلومات دادیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما هم کانال یوتیوب هدف میدیا را سابسکرایب کنین، در فیسبوک، اینستاگرام و همچنان تیک تاک هم هدف میدیا را تعقیب کنین. این برنامه را با دوستانتان شریک بسازین، لایک و کامنت را هم فراموش نکنین. تا برنامه بعد خداوند یار نگهدار.